از ما خب مدت 20 سال 25 سال میشه که در تجارت هستیم، مصروف این کاروبار بود هستیم دیگه. الله را شکر است میگذره. بسیار زیاد خوش هستیم، در کشور خود کار میکنیم، نفقه حلال به دست میاریم. ما از این کار خود راضی هستیم دیگه. دوستا و مردم جوانا رو تشویق میکنیم که تا در وطن باشن، کار کنن، خدمت کنن تا وطن ما سر و پای است. از ما خود چبلیا دیگه انواع و اقسام است، از 50 سطحی بالاست. اسکی چراس همچنان بوت است، نمایندگی بوت گام است پیش ما، بوت چرم وطن تیبی دیگه. می جنسا پیش ما زیاد است. شکر است الله را شکر است، کاروبار شکر خوب است. چیزی که رضای الله است، چیزی که در قسمت ما باشه خداوند رو برای ما میرسانه. ما راضی هستیم. جوانا دیگه ذوقای مختلف دارن دیگه. سرپایی هم خوش میکنن، چبلی هم خوش میکنن، اسکی چر هم خوش میکنن، بوت هم خوش میکنن دیگه. ذوقا مختلف است دیگه. نام یاسر از نیستم دیگه. این دکان مربوطم میشه باشنده کابل. کاروبار شکر خدا خوب است دیگه. یک کمک بازارا سست است. جنسا دیگه متفاوت است، هر رقم نظر به ذوق شوق مردم است دیگه. زیادتر این سرپای اسکی چر خوش میکنن دیگه. فرق میکنه هر کس ذوقش. پایینی سرپای عربی را زیاد خوش میکنن مردم، خصوصا مردم های مجاهدین زیاد خوش میکنن از این سرپایا. یا قیمتش مختلف است دیگه. از این اصلیش قیمت تر است، اینا کاپی دیگه بر حساب یا قیمتش 12 است. این باز اسکیچر است، سرپای اسکیچر میگنش. خوب تل نرم داره، باز یاد خانه 800 قیمتش میه دیگه. این 60 هم زیاد خوش میکنن سرپای عربی دیگه. دیزایناش مختلف، رنگای متفاوت دیگه. زیادتر رنگای نو خوش میکنن. این تو رنگای کلیمی اینی چبلی ها رو زیاد خوش میکنن. حالا اسم ماشاءالله کاروبار ماشاءالله خوب است. گرچه که تو مزه خاص ندارم، عید رمضان خوب بود، حالا بازم ناشکری نمیکنه. ماشاءالله کاروبار خوب است. خودم خواهیم تقریبا 4 سال شد که مصروف از کار هستم. والا ماشاءالله خوش هستیم، چرا نه؟ در کشور ما رومی از سال هست، کاروبار ما خوب است ماشاءالله. ما از خدا رضایت داریم. از دیگه دیزاین نه شما این شیپکا است، این جاتش هنوز باز نکردیم. کلش دیزاین نو است، مثل از شیپکا و از دیزاین ها اینا کلش شیپای نو است. والا زیادتر بچگان شیپا باز اینا رو خوش میکنن، به خاطر که هم دیزاینش خوب است، هم کیفیتش بالاتر است. این مالای نو ماست. والا نه تا حد توان ما به امرای مردم از بازار 200 300 مرات میکنیم. چیزی که توان ما باشه ما در خدمت مردم هستیم. والا بعد دیگه دکاندارا می پیام است که مال اصل استفاده بکنن، احترام مرات مشتری خودمون بکنن. یا کلش مثال دوستای ما و شما، همشهریای ما تا حد توان باید که امرایشون مرات بکنیم.